پرستار کشیک شب توی اورژانس و هرمزگان یه دختر از دماونده، داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی 2 تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزای معمولی که ما هم جزئی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف از تیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهوازه. کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه. برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه. قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.